سلام بچه، چطورین؟ اسمم مهیرزاده و خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. باگ اصلی زندگی تو ایران برای گیمرها اینه که مشکل پینگ کانکشن داریم. الان من 4 تا راهکار قرار بهتون بگم که ما این 4 تا راهکار حداقل با یکیش میتونین با یه پینگ خیلی مرسوم و اوکی به بازی که میخواین کانکت بشین. حالا بازی هدف من توی این ویدیو بازی وارزونه. زیاد دوست دارم این رو طولانی کنم، بریم سراغ ویدیو. گزینه اول، ببینید شما یه دونه کروم باز میکنید، DNS چنجر رو سرچ میکنید. DNS چنجر اولین سایت یا دومین سایت یا سومین سایتی که براتون میاره آدرسش اینه dnschanger.github.io. اگر نتونستین پیداش کنین توی دیسکریپشن لینکش رو گذاشتم. باز میکنین، یه خورده اینجا گزینه داشت برای دانلود. ایناش بر حسب سیستم عاملی که داریم، مک، لینوکس، ویندوز، هر چیه، روی لینک کلیک میکنین میبرتون توی گیتاب پروژه. یه خورده اسکرول کنین پایین، موردی که میخواین دانلود کنین رو پیدا میکنین. الان ما باید کدوم رو دانلود کنیم؟ ایناش DNS Changer برای ویندوز 64 بیتی اگزم هست. این رو شما دانلود میکنی. فضای برنامه، ببین من چون برنامه رو قبلا نصب کرده بودم، مراحل نصب رو نمیارم. مراحلش خیلی ایزیه، اصلا لازم به توضیح نیستش. میایین اینجا، یه دونه اکسپلور داره، یه رفرش خود اکسپلور رو انجام میده، صبر میکنید تا پینگ همشون مشخص بشه. توی این الکترو و شکن و رادار کمترین پینگا رو معمولا میدن. ایناش الکترو، شکن، حالا رادار نمیدونم چرا نیستش. رادار بود، دیشب داشتم تست میکردم. کمترین پینگا رو میدن. اینجا یه گزینه به علاوه داره، من حالا الکترو رو اضافه کردم، مثلا این 5M1 رو اضافه میکنم. میرم تو صفحه هوم، 5M1 رو انتخاب میکنم، مثلا روی این کلیک کنم کانکت میشه. من بزنم به من گیر میده که فلان برنامه سیستمی رو نداری و کانکت نمیشه. کانکت نمیشد، داره کانکت میشه، پشما. حالا این کانکت میشه. توی این لیست ها شما رادار و الکترو و شکن رو تست بکنید با نتایی که دارین، حالا هم نت وای فای هم نت سیم کارت. یکیش بالاخره چیز میشه، اوکی میشه. این روش اولیه که من دارم بهتون میگم تست بکنید. بریم سراغ روش دوم. خب ببین، این برنامه که دارم میگم 2 تا برنامه‌نویس ایرانی تازه پابلشش کردن. همین روند DNS چنجر رو داره. بعد بریم توی کروم. من اینجا کامرامو عوض کنم. خب میریم تو کروم، میزنیم برگزینه، اسمش برگزینه. ایناش حالا برگزین میزنیم، ایشالله که بیاره، ضایع نشیم. ایناش اولیه، برگزین دسکتاپ. اینو باز شما باید نصب بکنی، اون مراحل رو بگذرونی. یه فضای این شکلی داره، چون اینستال ندارمش و نمیرم مراحل اینستالش رو انجام بدم. یه فضای این شکلی داره، باز کن. کل DNS ها رو براتون تست میکنه. اون DNSی که پینگ پایین تر داره رو شما انتخاب میکنین، کانکتش میکنین و لذت میبرین. این تازه ترین حالتشه. روش بعدی که میخوام بهتون بگم، ببین 2 تا DNS هست. من این 2 تا رو دستی ست کردم، جواب گرفتم. یعنی شما امکان داره توی DNS چنجر الکترو رو بزنی کانکت بشه، کانکت نشه، ولی بیای دستی الکترو رو ست کنی و کانکت بشه. DNS اولم DNS الکتروه. خب باز میریم رو مین پیج، الکترو رو تو گوگل سرچ میکنین. اولین سایت الکتروه. من بهتون الان یاد میدم چجوری باید دستی DNS رو ست بکنید، چون VPN هم روشنه داره سایتش کند بالا میاره. خب یه دونه گزینه داره دانلود الکترو که ما با اون کار نداریم. DNS دستی رو میخوایم ست کنیم، این 2 تاست. خب برای ست کردن دستی DNS من الان 2 تا DNS بهتون میگم. یکیش DNS الکترو، یعنی اینه 78.157.42 یا 100 یا 101. این یایی که میگم قرار نیست یه دونه‌شو بزنین و 100 مثلا بالا 101 پایینه. یه دونه اونه، یه دونه هم DNS گوگله. اینو بچه من الان دارم استفاده میکنم و فاکینگ
عالیه. و آخرین چیزی هم که میمونه آموزش ست کردن دستی DNS. شما سرچ بار رو باز کنین، یعنی کنترل پنل ریدم چرا بسته نمیشه این؟ اوکی. شما یه و آخرین چیزی هم که میمونه ست کردن دستی DNS. ببینید شما یه کنترل پنل سرچ کنین، میکروفون نمیذاره ببینم، نتورک اینترنت رو میزنین، نتورک شنینگ سنتر رو کلید میکنین، این بغل یه گزینه هست به نام چنج آداپتور ستینگ، باز میکنین اینترنتی که دارین ازش استفاده میکنین. الان من دارم رو نت اترنت هم کار میکنم، روش کلید میکنم، روی پرپرتیس میرم، یه دونه گزینه هست اینه اینترنت پروتکل ورژن 4، روی این دوتا کلید کنین. خب شما توی این بخش پایین زده use following DNS server address، تو اینجا ببندم این DNS ها رو میتونید ست بکنید، مثلا 78.157.42 بالا اینجا، و اون یکی چی بودش 78.52.42.101 درست گفتم 78.157.42.101 هم پایین. وقتی اونو بزنی، حالا من که نمیخوام اونو تغییر بدم، وقتی DNS رو دسترسی کردین یه اوکی میدین، اینجا هم یه اوکی میدین، یه کلوز میزنین و تمام ست شد. یه سیستم رو ریستارت میکنین و وقتی سیستم ریستارت شد میرین تو گیم، فاین میشه مشکل. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. اسم من مهیار آزاده. برای حمایت از من میتونید این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، و اگر سوالی بود، اگر مشکلی داشتین که من میتونم در قالب یه ویدیو جوابتون رو بدم، زیر پست بر من کامنت کنید تا ویدیوشو براتون بسازم. تا ویدیوی دیگه، بدرود.